سلام، به کانال ایچیموکو تریدر خوش اومدید. این پارت پنجم از آموزش‌های ماست. اگه پارت‌های قبلی رو دیده باشین، تو 4 پارت قبلی ما کامل برای شما توضیح دادیم که چطور حسابتون رو از ریال تبدیل به تتر بکنید و چطور بتونید از برنامه بینگ اکس و سایر نرم افزار استفاده کنید برای اینکه یک رمز ارز رو بخرید، به عنوان یک هولدر رو نگهداری کنید، یا اینکه اگه می‌خواید ترید کنید چطور میتونید از این نرم افزار استفاده کنید و گزینه‌های مختلف رو برای هر دو مورد کامل بررسی کنید. پس پیشنهاد میکنم که اگر سوالی راجع به این موارد دارین حتما 4 ویدیو قبلی ما رو ببینید. حالا تو این ویدیو پنجم و تو این پارت و پارت های بعدی میخوایم به شما بگیم که چطور شما میتونید تو این بازار فعالیتتون رو به گونه‌ای انجام بدین که بهره بیشتری از این بازار داشته باشید. شاید این سوال براتون پیش بیاد که منظور از بهره بیشتر چیه؟ ببینید یه مثال ساده براتون بزنم. ما توی زندگی خودمون توی کسب و کارهای مختلف آدم‌های مختلفی رو می‌بینیم که مثلا توی یک بیزینس مشغول به فعالیت هستن، اما سهم هر کدومشون از این بازار با هم فرق می‌کنه. یعنی اینکه یه سریاشون درآمد بالاتری دارن به نسبت بقیه و یک سری دیگه هم به نسبت اون آدم‌ها درآمد کمتری رو دارن. وقتی که زوم میکنیم روی آدمای موفق میبینیم که این آدمای موفق با یک نظم خاصی توی کارشون کار میکنن و میدونن که هر جنسی رو یا هر کالایی رو چه موقع بخرن و چه موقع بفروشن. حالا تو بازارهای مالی هم دقیقاً به این شکل هستش. اگر شما میخواین بهره بیشتری از این بازار ببرین و در طول زمانی که یک دارایی رو هولد میکنین بخوایم به سود بیشتری برسیم، لازمش این هستش که تسلط کاملی بر این بازار داشته باشین و این بازار رو به طور کامل بشناسیم. حالا برای اینکه این بازار رو بخوایم بشناسیم حتما باید به دو مورد تسلط کافی داشته باشیم. یکی از لحاظ فاندامنتالی یا اخباری و یکی هم از لحاظ تکنیکالی. پس ما دو نوع تحلیل توی بازارهای مالی داریم: تحلیل‌های فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال. تو تحلیل فاندامنتال ما میایم از لحاظ اخبار و سایر مواردی که برای جفت ارز هستش رو مورد بررسی قرار میدیم. حالا چرا این کار رو انجام میدیم؟ چون خیلی اوقات اخباری که برای یک رمز ارز یا جفت ارز میاد باعث میشه که اون رمز ارز طی یک مثلا بازه زمانی افزایش قیمت خیلی زیادی رو به نسبت ارزهای دیگه داشته باشه، یا بعضی اوقات بعضی از اخبار منفی برای یک رمز ارز باعث کاهش قیمتش میشه. ممکن استش که شما در دراز مدت روی همه اون رمز ارزهایی که خریدین سود کنین، ولی این مهمه که بدونین اخباری که توی مارکت هست واسه کدوم رمز ارزها مثبت، واسه کدوم رمز ارزها منفیه تا بتونین سود بیشتری کسب کنید. برای مثال زمانی که ETF بیت کوین تصویب شد باعث شد که قیمت بیت کوین توی مارکت خیلی افزایش پیدا کنه، به خاطر اینکه تا قبل از تصویب ETF خریدارهای بیت کوین اکثرا کسایی هستن که مثل من و شما آشناییت دارن به این بازارهای مالی و میدونن که بعد چجوری یک رمز ارز رو بخرن و نگه دارن. خیلی از مردم، خیلی کسایی که پول زیادی دارن ولی آشناییتی با این بازار ندارن، علاقه‌ای به وارد شدن به این بازار ندارن. اما وقتی بیت کوین به شکل ETF میره تو این شرکت‌ها و به شکل سهام و در واقع تحت نظارت و یک سری تاییدیه‌های مالی تو این شرکت‌ها قرار میگیره، اون افرادی که پول زیادی دارن و آشناییتی به این بازارهای مالی هم ندارن میتونن بیان روی این دارایی‌ها و این رمز ارزها سرمایه‌گذاری کنن و همین باعث شد قیمت بیت کوین خیلی افزایش پیدا کنه. یا مثالهای دیگه که براتون بخوام بزنم، آپدیت هایی هستش که هر کدوم از این رمز ارزها روی شبکه‌های خودشون انجام میدن و باعث میشن قابلیت شبکهشون خیلی افزایش پیدا کنه و به همین دلیل این رمز ارزها و زیر مجموعه هاشون رشد قیمت خیلی خوبی رو دارن. از اون طرف هم بودن رمز ارزهایی که شبکه‌هاشون هک شدن، برای مدتی شبکهشون قطع بوده و همین اتفاقهای منفی باعث شده که خیلی ها از خرید اونها منصرف بشن یا حتی اگر اون رمز ارز رو خریداری کردن بفروشن و همین فشار فروش باعث کاهش قیمت این رمز ارز شده و ما میفهمیم که چقدر اخبار فاندامنتال میتونه روی مارکت تاثیر داشته باشه. حالا شاید این سوال برای شما پیش بیاد که آیا منی که میخوام توی این مارکت به صورت هولدری کار کنم یا سرمایه گذاری کنم یا اینکه ترید کنم نیاز دارم به این اطلاعات؟ بله، قطعا همه ما به این اطلاعات نیاز داریم. اون کسی که به عنوان یک سرمایه گذار وارد این بازار میشه قطعا باید این اخبار رو تمام و کمال بدونه تا بتونه سود بیشتری کسب کنه. ولی برای ترید کردن این قضیه یه خورده متفاوته. هستن کسایی که فقط از لحاظ تکنیکالی ترید میکنن، مثل خود من که فقط از روی چارت نگاه میکنم. وقتی میبینم که روند صعودی هستش و یک روند صعودی رو تو بازار میبینم، جاهایی که احساس میکنم روند داره به اون سمت حرکت میکنه میام و اون سودم رو کسب میکنم و از بازار در لحظه خارج میشم. اما یک سری تریدرها هم هستن که فقط بر اساس اخبار و در واقع تریدرهای فاندامنتالی هستن. زمانی که یک خبر مثبت برای مارکت میاد همون لحظه جاهایی رو که احساس میکنن
داره قیمت به سمت بالا میره وارد مارکت میشن و جایی هم که اخبار منفی میاد وارد مارکت میشن و یک پوزیشن سل باز میکنن و از نزول قیمت سود میگیرن. همونجوری که میدونید حتی تو بازار فارکس هم که بازار جفت ارز هست، زمانی که خبرهایی برای بازار میاد مثل CPI، خیلی از تریدرها منتظر میمونن که اون خبر اعلام بشه که بدونن مارکت به کدوم سمت حرکت میکنه. حالا بعضیاشون تو زمان خبر ترید میکنن که من خودم به شخصه اصلا توصیه نمیکنم، چون ممکنه به هر سمتی قیمت حرکت کنه، یا اینکه صبر میکنن خبر اعلام بشه و بعد از اون تایم خبر دوباره وارد مارکت میشه. خب در خصوص تحلیل فاندامنتال تقریبا فکر میکنم توضیحات رو دادیم و فکر کنم متوجه شدیم که منظور از فاندامنتال چی هستش. اما تحلیل تکنیکال تحلیل روی چارت هستش. تحلیل تکنیکال بر اساس استراتژی و اون سبکی که شما دارین انجام میشه. مثلا یه نفری با سبک اسمارت مانی کار میکنه، سبک عرضه و تقاضا، میاد چارت رو از لحاظ سبک و استراتژی خودش بررسی میکنه. یه نفر ICT کار میکنه، از این سبک استفاده میکنه و من که با ایچیموکو کار میکنم میام از لحاظ ایچیموکو نگاه میکنم که ببینم مارکت به کدوم سمت حرکت میکنه و آنالیزم رو انجام میدم. و حتی اگر هم بخوام تو این مرحله یه رمز ارزی رو بخرم و میدونم که این رمز ارز به خاطر اخبار مثبتی که براش اومده به کدوم سمت حرکت میکنه، مرحله بعد میام از لحاظ تکنیکال چارت رو بررسی میکنم تا نقاط ورود بهتری رو برای خودم روی چارت انتخاب کنم و بتونم تو نقطه ورودهای مناسب وارد این رمز ارز بشم و این رمز ارز رو بخرم تا سود بیشتری کسب کنم. پس لازمه یک فعالیت خوب و کسب سود بیشتر توی بازارهای مالی اینه که شما بازارهای مالی رو هم از لحاظ فاندامنتال و هم از لحاظ تکنیکال کاملا مورد بررسی قرار بدین و با این دو روش بتونین سود بیشتری رو از بازار کسب کنید. خب حالا ما تو ادامه میخوایم به شما سایت رو معرفی کنیم که شما میتونید بر اساس اطلاعاتی که تو این سایت هست از لحاظ فاندامنتالی و یه سری موارد دیگه که توی سایت به شما آموزش میدیم یک رمز ارز رو مورد بررسی قرار بدیم و در ادامه کار نهایتاً برسیم به تحلیل تکنیکال و همون مباحث مربوط به بررسی مارکت با استفاده از ایچیموکو. برای این کار وارد سایت coinmarketcap.com میشیم تا بتونیم اطلاعاتی که نیاز داریم از این سایت برداشت کنیم. آدرس سایت رو هم داخل کپشن براتون میذارم تا بتونین دستی راحت‌تری بهش داشته باشین. وقتی که آدرس زدین و وارد سایت شدین با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشین که یه سری اطلاعات رو در اختیار شما قرار داده. اولین قسمت رو اگر ببینید تو این قسمت گزینه ترندینگ رو می‌بینین. ترندینگ یعنی اون رمز ارزهایی که بیشترین توجه رو توی مارکت بهشون میشه در حال حاضر، که الان این سه تا رمز ارز رتبه اول تا سوم رو دارن در حال حاضر. گزینه بعدیش گزینه ریسنتلی ادد هست و در واقع رمز ارزهایی که به تازگی وارد دنیای کریپتو شدن رو اینجا به شما نشون میده. این رمز ارزها به تازگی لیست شدن و در واقع وارد بازار شدن. و گزینه آخر که موست ویزیتد هستش که رمز ارزهایی رو نشون میده که بیشترین بازدید رو توی سایت کوین مارکت کپ داشتن. این قسمت هم که در رابطه با کامیونیتی خود سایت توضیح میده که پست هایی که بیشترین امتیاز رو داشتن، تاپ ترین پست هایی که انجام شده توی سایت و تاپ ترین اکانت ها که شما میتونید اکانت هایی رو که بیشترین فعالیت داشتن و تاپ ترین اکانت ها بودن رو اینجا ببینید که مثلا الان این اکانت مربوط به رمز ارز بونک هستش که بیشترین فالوور تا داشته و بیشترین فعالیت داشته و جزء تاپ کامیونیتی اکانتس بوده. در قسمت سمت راست شما یک نمودار رو می‌بینید که میشه Fear and Greed Index. این نمودار چی رو به شما میگه؟ این در واقع نمودار ترس و طمع هستش. Fear به معنای ترس و Greed به معنای طمع هستش، یا همون نمودار FNG. این نمودار همونطوری که می‌بینید 5 قسمت داره. قسمت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم. تا این قسمت 20 تا اینجا 40، 60، 80 و 100. اگر نمودار تو این قسمت باشه این نشان دهنده ترس شدید توی مارکت هست. چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که مارکت به هر دلیلی اخبار منفی براش میاد یا اتفاقی میفته که ترس توی مارکت زیاد هستش و بیشتر آدم‌هایی که توی مارکت هستن فروشنده هستن تا اینکه خریدار باشن. توی این قسمت هم توی مارکت یعنی بین 20 تا 40 هم باز ترس توی بازار هست، اما نه به اندازه این قسمت. توی این قسمت میانه که در واقع بین بازه 40 تا 60 هست حالت خنثی میشه گفت، یعنی مارکت تو حالت سوسو یا 50-50 هستش، یعنی در واقع خریدارها و فروشنده به نسبت تقریبا مساوی توی بازار در حال فعالیت هستن. از این قسمت که عبور بکنیم قسمتی هستش که طمع یا گرید توی بازار رو به افزایش هستش و هر چقدر این عدد به سمت 100 نزدیک بشه نشان دهنده طمع بیشتر توی بازار هستش و به ما داره اینو میگه که آدم‌های بیشتری دارن میان توی این بازار ما خریدارهای بیشتری رو داره به نسبت فروشنده ها.
خب همونطوری که می‌بینی توی نمودار کسب و تمام عدد ما 81 هست و 81 داره ما میگه که آدم‌هایی که توی مارکت کریپتو هستن تمایلشون بیشتر به خرید کردن هست، یعنی خریدارها خیلی بیشتر از فروشنده ها هستن. بازار الان در حالتی هستش که روندش روند صعودیه، چون این عدد ما بالای 80 هستش و هر چی عدد به 100 نزدیک بشه یعنی اینکه ذهنیت ها بیشتر مثبت است برای خرید کردن توی بازار. خب این قسمت ها که متوجه شدیم، میریم توی این قسمت کریپتوکارنسیز که اینجا اولین گزینه رنکینگ هست. وقتی رنکینگ رو بزنیم تو قسمت پایین میاد بر اساس امتیازی که به هر رمز ارز میده اونها رو برای شما لیست میکنه. این مهم هستش که رمز ارزی که شما انتخاب میکنین چه رتبه‌ای رو توی سایت کوین مارکت کپ داره. الان اگه دقت کنین بیت کوین رمز ارز اول بازار هست و همونطور هم که میدونین توی بازار رمز ارزها بیت کوین در واقع لیدر یا رهبر بازار هستش و تاثیرات قیمتی که روی بیت کوین اتفاق میفته از لحاظ اینکه رشد میکنه یا یه موقعی به سمت پایین حرکت میکنه ممکنه کل مارکت رو تحت تاثیر قرار بده. این قسمت به شما نشون میده که اون رمز ارز در حال حاضر تو مارکت چه قیمتی رو داره. الان به طور مثال بیت کوین رو قیمت 70743 هستش و این قیمت هی در حال تغییر کردن هستش. گزینه بعدی 1H که نشون میده مخفف 1 آور یا 1 ساعته هستش. تغییرات قیمت رو در 1 ساعت گذشته برای این رمز ارز نشون میده که اینجا همونطور که میبینید این فلش ما سبز رنگ به سمت بالا هستش که نشون میده بیت کوین در 1 ساعت گذشته حدوداً 53% رشد قیمتی داشته. این برای 24 ساعت نشون میده تغییرات قیمت در 24 ساعت و تغییرات قیمت در 7 روز گذشته. اگر شما بخواید آیتمی رو اضافه کنید، مثلا من میخوام تغییرات قیمت رو برای 30 روز گذشته ببینیم، الان به این قسمت که نگاه میکنیم ما گزینه 30 روز رو نمیبینیم. چطوری ما اینو اضافه کنیم به اینجا؟ میریم تو قسمت سمت راست کاستومایز میزنیم. آیتم های تو قسمت بالا رو که میبینید آیتم هایی هستش که در حال حاضر ما توی سایت کوین مارکت کپ میبینیم. آیتمی رو که بخوایم اضافه کنیم بهش رو بعد از توی این لیست های پایین بر اساس دسته‌بندی که انجام شده رو پیدا کنیم. مثلا من الان میخوام تغییر قیمت یا پرایس چنج رو ببینم توی 30 روز گذشته، این رو در واقع مارک میکنیم اینجا اضافه میشه، یا 60 روز گذشته این رو هم میتونید اضافه کنیم. بعد توی این قسمت هم میتونید تعیین کنیم که این تغییرات قیمت کدوم ستون باشه. مثلا ستون یکی مونده به آخر تغییرات قیمت تو 30 روزه و ستون آخری هم تغییرات قیمت توی 60 روز. ما میتونیم اینها رو جابجا کنیم، موستون رو روش نگه داریم، کلید سمت چپ رو که بزنیم و نگه داریم میتونیم اینو جابجا کنیم. من میارم آیتم دوم، تو قسمت پایین اپلای چنج رو که بزنین در واقع تغییراتی که شما دادین اعمال میشه و همونطور که میبینین گزینه دوم و سوم ما شد تغییرات قیمت در 30 روز گذشته و تغییرات قیمت در 60 روز گذشته. همونطور که می‌بینین بیت کوین تا 60 روز گذشته تقریبا 66 ممیز 41% افزایش قیمت داشته و این داره ما میگه که مارکت تو این 2 ماه رشد صعودی داشته. رمز ارزهای دیگر رو هم به ترتیب میتونین زیر بیت کوین ببینین. دومین گزینه اتریوم هست، حالا USDT که همون تتری هستش که ما خودمون می‌خریم، BNB، سولانا، XRP و الی آخر. شما میتونین ببینین که رمز ارزی که می‌خوایم بخریم رتبه چندم هستش. اونهایی که رتبه پایین‌تری دارن قاعدتاً رمز ارزهای مناسب‌تری هستن. گزینه‌های بعدی مارکت کپ، والیوم به مارکت کپ، والیوم 24 ساعته و سیرکولیتینگ سپلای. اول سیرکولیتینگ سپلای رو توضیح میدیم برای بیت کوین. همونطوری که دقت می‌کنید اگر روی عددی که زیر این ستون نوشته شما موستون رو بیارین، این پایین یک سری اعداد رو به شما نشون میده. پرسنتیج درصدی از این رمز ارز که در حال حاضر در دسته عموم هست 93.65%. قسمت پایین سیرکولیتینگ سپلای و ماکسیموم سپلای. اینا چه تفاوتی با هم میکنه؟ سیرکولیتینگ سپلای به شما میگه که چه مقدار از این رمز ارز در حال حاضر در دسته عموم هست و ماکسیموم سپلای یا مکس سپلای به شما میگه نهایت ظرفیت یا تعداد توکن هایی که این رمز ارز داره چقدر هست که برای بیت کوین 21 میلیون هست. این که بعضیا میان میگن آقا یک سالی فلان سال قیمت بیت کوین میرسه به عدد عجیب و غریب، اینها پیشگو نیستن، از رو همین اعداد میگن. رمز ارزی که ارزش ذاتیش توی بازار بالا هست مثل بیت کوین که ارزش خیلی بالایی داره و بعد وقتی شما نگاه میکنین سیرکولیتینگ سپلای نزدیک میشه به این مکس سپلای، این داره ما اینو میگه که آقا این رمز ارز نهایتاً اگر این اعداد رو از هم کم کنی برای اینکه به اون آخرین ظرفیت خودش برسه و کامل بشه اون ظرفیتش حدوداً تقریبا 1 میلیون خورده‌ای دیگه از این رمز ارز باقی مونده
و اون کسانی که این رمز ارز رو ماین میکنن یا ماینر میذارن نهایتا تا 1 میلیون خورده از این توکن های این رمز ارز مونده و زمانی که اون 21 میلیون توکن کامل بشه تقاضا برای رمز ارز وقتی زیاد بشه و ارزش کم بشه، چون تا الان ما بیت کوین وقتی استخراج میشد این عدد هی بالا و بالا میرفت، زمانی که ما به عدد 21 میلیون برسیم دیگه بیت کوین به اون نقطه آخرش میرسه و ماین نمیشه و کسانی که میخوان اون رو خرید و فروش کنن مطمئنا تو مارکت بیشتر میشن، اما عرضه ما عرضه کمتریه، چون دیگه نمیتونیم عرضه داشته باشیم. عرضه به نسبت تقاضا کم میشه و قیمت به سمت بالا حرکت میکنه. گزینه بعدی مارکت کپ است. مارکت کپ ارزش یک مارکت رو در حال حاضر نشون میده. چه جوری حساب میشه؟ ببینید برای بیت کوین شما قیمت اون رمز ارز رو که در حال حاضر برای بیت کوین 70522 هستش، این رو اگر ضرب بکنیم در تعداد توکن هایی که در حال حاضر یا تعدادی از اون رمز ارز که در حال حاضر توی بازار هست، میتونیم مارکت کپش رو محاسبه کنیم. خب این والیوم 24H در واقع میزان نقدینگی که 24 ساعت اخیر داخل مارکت بیت کوین هست رو ما نشون میده که الان عددش 43 میلیون و خورده‌ای هستش. همین عدد رو تقسیم میکنه بر مارکت کپ. این چیه ما نشون میده؟ وقتی شما حجم رو تقسیم میکنین به مارکت کپتون که این مقدار باشه، یک عددی به دست میاد که اینجا میبینید. این عدد هر چقدر به یک نزدیکتر باشه نشون میده که حجم نقدینگی بیشتری داخل مارکتتون هستش. به چه درد میخوره؟ ببین مارکتی که داخلش نقدینگی باشه مارکتی هستش که شرایط بهتری رو داره. مثلا بعضی از تریدرها، خود منم گاهی اوقات اینو چک میکنم، میخوام ببینم که در حال حاضر منی که میخوام ترید انجام بدم کدوم مارکت رو برای ترید کردنم انتخاب کنم، میام از این قسمت استفاده میکنم، اونهایی رو که رقم‌های بالاتری باشه رو انتخاب میکنم، چون مارکت هایی که حجم نقدینگی بیشتری دارن مناسب‌تر هستن واسه ترید کردن. خب این خیلی مشخصه، وقتی نقدینگی باشه قیمت بیشتر حرکت میکنه به سمت بالا و پایین به نسبت مارکتی که نقدینگی داخلش نیست. خب بیایم براتون یه مثال بزنم که دقیقاً این مورد درک کنیم. ما الان دو تا رمز ارز رو کنار هم قرار دادیم که یکیش سویه که رتبه 54 داره توی کوین مارکت کپ و دیگه بیت کوین که رتبه اول داره و در واقع لیدر بازار هستش. بیت کوین ارزش واحدش 70000 خورده دلار هستش، در صورتی که سوی ارزشش تقریبا نزدیک $2 هستش. می‌بینید که چقدر اختلاف قیمت داره. همین اختلاف قیمت باعث میشه که شما وقتی میای مارکت کپ اینها رو محاسبه می‌کنی، می‌بینی مارکت کپ یا ارزش بازار سوی به مراتب پایین‌تر از ارزش بازار یا مارکت کپ بیت کوین است. این خیلی چیز طبیعی هستش. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه بیت کوین ارزش خیلی بالاتری داره. حتی اگر سوی ماکسیمم ساپلای بالاتری داشته، یعنی تعداد توکن های بالاتری هم بده، چون ارزش کمتری داره باز هم مارکت کپ کوچیکتری داره. این داره ما میگه که آقا این رمز ارز از لحاظ ارزش و قیمتی خب خیلی پایینتر از بیت کوین هستش، ولی چرا والیوم به مارکت کپ بالاتری داره تو 24 ساعته؟ با اینکه ما توی بیت کوین این مبلغ نقدینگی در 24 ساعت وارد شده، چرا ما والیوم به مارکت کپ کوچیکتری داریم؟ به خاطر اینکه ارزش مارکت کپ بیت کوین ارزش بسیار بالاتریه در مقایسه با سویی که ارزش مارکت کپ کوچیکتری داره. یعنی وقتی شما نقدینگی وارد این مارکت میشه، با اینکه این نقدینگی کوچیک هست ولی این نقدینگی به نسبت مارکت کپش نقدینگی مناسبی هستش، ولی خب چون ارزش ذاتی بیت کوین بالاتره این نقدینگی به نسبت کمتره. یه مثال ساده بخوام براتون بزنم که متوجه بشین. ببینید بیت کوین مثل اون نمایشگاه است که ماشینای لوکس میفروشه. خب قیمت ماشین لوکسش بالاه دیگه، هر یه ماشین اینقدر میارزه، هر کسی هم نمیتونه بخره. خب پس این ارزش ذاتی اون نمایشگاه رو بالاتر میبره، سرمایه‌اش خیلی بیشتره. سوی نه، سوی میاد ماشینای ایرانی داخلی و ماشینای قیمت پایین میفروشه، مشتریش حالت بیشتر باشه ولی ارزش واقعیش کمتره. به خاطر همین هم هستش که اگر شما در طول شب 24 ساعت یه همچین میزان دارایی وارد این مارکت بشه، عدد بزرگتری رو به شما نشون میده، به خاطر اینکه مارکت کپ کوچیکی داری شما اینجا. اما این نمایشگاه دار ما که ماشین های لوکس میفروشه و ارزشش خیلی بالاه، چون نقدینگیش به نسبت مارکت کپش کوچیک‌تره، این عدد کوچیک‌تره. پس اینجوری نیست که ما فکر کنیم اگر والیوم به مارکت کپ ما بالاتر بود ارزش بالاتری داره. نه، در نهایت اون کوینی که مارکت کپ بزرگتری داره
ارزش بیشتری داره. اما میتونیم در کوتاه مدت اینجوری بگیم که آقا اگر من میخوام ترید کنم بیام گزینه‌هایی رو برای ترید کردن انتخاب کنم که این عدد نزدیک به 1 باشه، یعنی نقدینگی بیشتری داخلش هست به نسبت مارکت کپش. همین نقدینگی باعث میشه که قیمت پویایی بیشتری تو مارکت داشته باشه. خب بیایم بقیه گزینه‌ها رو به صورت اجمالی بررسی کنیم. الان ببینید تو این لیستی که ما داریم به ترتیب اون رنک بندی که انجام شده، بیت کوین اول است، اتریوم و سایر رمزارزهای دیگه. الان ما اگه روی مثلا به طور مثال اتریوم کلیک کنیم، اینجا قیمت اتریوم رو زده، اینجا هم که آپشن هایی رو که تو قسمت قبل راجبش صحبت کردیم رو می‌بینید. تو این قسمت مارکت کپ و والیوم و یه سری موارد دیگه، یه سری دیگه چیزای دیگه هم هست که حالا شما خودتون هم میتونید تو اینترنت سرچ کنید ببینید و راجبش اطلاعات بیشتر کسب کنید. مثلا فولی دیلوتد مارکت کپ میشه ارزش کل توکن های اون رمز ارز، یعنی ماکسیمم سپلای ضرب داره قیمتی که در حال حاضر این رمز ارز داره. اینجا هم به شما میگه که رو کدوم شبکه‌ها شما میتونید این رمز ارز رو خرید و فروش کنید. اینجا توی شبکه BNB اسمارت چین اگه مور رو هم بزنید شبکه‌های دیگر هم می‌بینید. مثلا این اتریوم رو شما میتونید روی شبکه آوالانچ یا مثلا روی شبکه سورا یا شبکه‌های دیگه مثل سولانا یا حتی شبکه‌ای مثل نیر یا اسموزیس حتی میتونید خرید و فروش رو انجام بدید. پایینش هم این قسمت آفیشیال لینک هم که اگه بخواید ببینید رمز ارزی رو که انتخاب کردین توی شبکه‌های اجتماعی آدرس سایتش چی هستش یا شبکه‌های مجازی دنبالش کنین که اخبارش رو زودتر مطلع بشین. میتونید از این قسمت که اکثر این معمولا رمز ارزها توی شبکه توییتر خیلی فعال هستن، بهتون پیشنهاد می‌کنم بیشتر توی توییتر اونها رو دنبال کنین و سایر اطلاعاتی که مربوط به این رمز ارز هست توی این قسمت میتونید ببینید. این قسمت سمت راست هم یه چارتی رو به صورت خیلی جمع و جور به شما نشون میده که این چارت رو میتونید توی 1 روزه، 7 روزه، 1 ماهه، 1 ساله اینا به حال انتخاب کنین و دیتاهاش رو ببینید که چه تغییراتی به فرض این اتریوم در طول سالها داشته که توی این قسمت برین جلو به شما تو هر لحظه میگه تو چه تاریخی بیشتر قیمت رو داشته که الان اگر یه نگاه اجمالی بندازیم ببینید اصلا مثلا 2023 توی یه رنج قیمتی ثابت بوده تا 2024 که الان هستیم تونسته یک سقفی رو در اینجا ثبت کنه و دوباره حالا یه ذره ریزش پیدا کرده تا این مهدا اومده. اگه بخوایم راجع به اخبار مربوط به این رمز ارز اطلاعات کسب کنیم نیوز رو بزنید و اخباری که مربوط به اتریوم هستش رو تو این قسمت به صورت اختصاصی ببینید. این بهتون کمک میکنه که به صورت جداگونه بتونید هر رمز ارز رو بررسی کنید که ببینید چه اخباری برای شما و چه اتفاقایی داخل شبکه‌اش افتاده. مرحله بعدی قسمت کاتگوریز هستش. کاتگوریز میاد رمز ارزها رو بر اساس اون فعالیتی که انجام میدن دسته‌بندی میکنه. به طور مثال یه سری از حوزه ها الان ترند هستن، یعنی بیشترین جذابیت رو واسه کاربرا دارن، مثل رمز ارزهای حوزه گیمینگ، مثل رمز ارزهای حوزه AI یا هوش مصنوعی. شما میتونید رمز ارزها رو اینجا پیدا کنید. مثلا من الان میخوام بدونم توی حوزه گیم یا گیمینگ کدوم رمز ارزها فعال هستن. تو این قسمت میریم گیم یا گیمینگ رو انتخاب میکنیم. الان حوزه گیمینگ تو اینجا دسته‌بندی شده. وقتی داخلش بریم رمز ارزایی رو که تو زمین گیمینگ فعالیت دارن رو میتونیم ببینیم. مثلا فلوکی خب رمز ارز معروفی هستش، یا گالا یا بیم یا سند باکس یا اگز اینفینیتی که خودش یکی از رمز ارزهای خیلی خوبه. شما میتونید اینجا به راحتی رمز ارزایی که توی حوزه گیمینگ فعالیت میکنن رو پیدا کنید. برای پیدا کردن کاتگوری‌های دیگه هم میتونین از این قسمت استفاده کنین. حالا اگه AI رو خواستین ببینین یا جای دیگر رو باز انتخاب میکنین و رمز ارزایی که زیر مجموعش هست رو توی این قسمت پیدا میکنین. همینجا هم اگه دقت کنین باز گیمینگ ها رو اینجا جدا کرده، AI هم همینطور که اینا رمز ارزهای هوش مصنوعی. اینا هم معمولا وقتی ترند بازار میشن سودای خیلی خوبی رو میدن. میتونین اینا رو زیر نظر بگیرین برای اینکه بتونین به سبد دارایی خودتون اضافهشون کنین. از منوی کریپتوکارنسیز کیلووات چارت هم مثل چارت ها و نمودارهای کلی رو به شما میده که مثلا چقدر پول داخل مارکت اومده. کلا میاد کل مارکت رو به شما نشون میده، چقدر نقدینگی داخل مارکت است، کل مارکت کپ اون چقدره، چقدر حجم 24 ساعته اون هست و بیت کوین دامیننس یا ارزش ذاتی بیت کوین رو نشون میده و یه سری موارد دیگه هم اینجا میتونید بررسی کنید با صورت چارت مانند. گزینه‌های دیگه هم داره که حالا شاید اینجا خیلی به کار ما نمیاد، میتونید خودتون بررسی کنید. مثلا بیت کوین ETF لیست شرکت‌ها و مؤسساتی که میان بیت کوین رو به صورت ETF ارائه میکنن میتونید پیدا کنید. این قسمت ترندینگ
اون لیستی رو به شما نشون میده، رمز ارزایی رو که بیشترین علاقه رو سمت خودشون جلب کرده، که الان میبینیم مثلا این رمز ارز یا اینا یا پپه بیشتر ترند بازار بودن در حال حاضر. چون رمز ارزایی که بیشتر ترند بازار هستن، امکان اینکه رشد قیمت پیدا بکنن نسبت به بقیه در حالا یه بازه زمانی کوتاه نه بلند مدت بیشتر هستش. گزینه بعدی recently added هست. recently added یعنی گزینه هایی که رمز ارزایی که تازه اضافه شدن، مثلا سنسور پروتکل اضافه شده، قیمت شما نشون داده در یک ساعت گذشته حدوداً 10% کاهش قیمت داشته، تغییر قیمت هم داشته و والیومش نشون میده، رو چه شبکه‌ای میشه خرید فروش انجام داد و حدوداً یک ساعت پیش هم لیست شده و در دسترس قرار گرفته. بقیه رو همونجوری که ببینید به ترتیب ببینید، اینا رمز ارزایی هستش که تازه وارد بازار شده. اینا رو اگر بررسی کنید، حالا در ادامه ویدیو ما ویدیوهایی هم جداگونه میسازیم برای رمز ارزایی که تازه لانچ شدن، تشخیص بدین کدوماشون به درد خرید میخورن. اینها ببینید برای خرید و نگهداری بلند مدت اصلا مناسب نیستن. بیشتر این رمز ارزها به درد این میخورن که توی یه تایم کوتاه شما اونا رو بخریم، البته با بررسی یه سری موارد خیلی زیاد که مطمئن بشین یه موقع اینا کلاهبرداری نباشه، چون بعضی از این رمز ارزها ممکنه هانی پات باشه به اصطلاح یا کلاهبرداری باشه یا اصلا شما پولتون لاک بشه. یه سری مواد باید بررسی کنین که توی ویدیو جداگانه بهش میپردازیم، ولی حالا برای اینکه بدونین چه رمز ارزهای تازه وارد حوزه کریپتو شدن میتونید از این قسمت استفاده کنید. گزینه بعدی ما گینرز اند لوزرز هستش. گینرز اند لوزرز به شما میگه که چه رمز ارزهایی بیشترین رشد رو داشتن. الان ببینید تو این لیستی که ما داریم تاپ گینرز یعنی اونایی که بیشترین رشد رو داشتن. الان ببینید دوج کوین تو 24 ساعت اخیر 17% رشد داشته. یعنی کسی که 2 روز پیش مثلا از این رمز ارزی خرید میکرد تا امروز میتونه ظرف مثلا 1-2 روز تقریبا 17 و خورده درصد، اگه 18% پولش تو سود باشه. و یه سری رمز ارزهای دیگه که به ترتیب میبینید 17% و رمز ارزهای دیگه که اینجا میبینید بانک، فلوکی، اینا در واقع لیست شدن تا این قسمت. خب تاپ لوزرز اونایی هستن که بیشترین کاهش قیمت رو داشتن به ترتیب، مثل منتل یا MNT که بیشترین کاهش قیمت رو داشته، بعدش ICP بوده که 10% و به ترتیب تا الی آخر. گزینه‌های زیادی داره که من بهتون پیشنهاد میدم اگر وقت کردین خودتون یه بررسی بکنید. تو گزینه‌های اکسچنج هم شما میتونید صرافی‌ها رو بررسی کنید. ببینید صرافی‌ها هم تو این کوین مارکت کپ میان بررسی میشن. الان اگه نگاه کنید شماره اول توی صرافی‌ها خب بایننس هست با امتیاز 9.9 از 10 نمره و بیشترین حجم معاملات هم در 24 ساعته همیشه مربوط به این صرافی بوده. خب الان نگاه کنین صرافی‌های دیگه هم هستن مثل کوین بیس، مثل بای بیت، مثل اوککس و مثل آپ بیت و یه سری صرافی‌های دیگه. ببینید واسه ماهایی که توی ایران زندگی می‌کنیم حالا متاسفانه امکان فعالیت توی صرافی بایننس نیست، چون خیلی از این صرافی‌ها در گذشته نیاز به KYC یا در واقع احراز هویت نداشتن. من خودم مثلا توی کوکوین فعالیت می‌کردم، مشکلی نداشتم، ولی بعد از یه مدتی که به هر حال اینم اشکالی نیست، به هر حال اینا هم میان قانونمندتر میشن و میگن که حتما کسی که میاد فعالیت میکنه و احراز هویت بشه که بدونن این شخص کی هستش و داره چه کاری انجام میده. به حال ما ایرانی‌ها نمیتونیم تو این صرافی‌ها KYC انجام بدیم، میتونیم از صرافی‌های دیگه استفاده کنیم که من طبق لیستی که خودم بررسی کردم صرافی بینگکس صرافی خوبیه، صرافی مکسی و صرافی کوینکس که در حال حاضر فعلا من حتی توی بینگکس هم احراز هویت کردم و وریفای شدم و مشکلی نداشته. حالا اگرم بعداً خدای نکرده مشکلی برای کاربر ایرانی پیش بیاد، چون اکثرشون اگر بزنین توی قوانینشون یه سری کشورها مثل ایران و کره شمالی و حالا سوریه و یه سری کشورهای دیگه متاسفانه به خاطر قوانین بین‌المللی که هست تحریم کردن و ما امکان فعالیت توی این صرافی‌ها رو نداریم. خب پارت پنجم آموزش ما هم اینجا به پایان میرسه و تو این پارت سعی کردیم که شما رو با تحلیل‌های فاندامنتال آشنا کنیم و یه دیدگاه کلی رو بهتون ارائه بدیم. اما اگه شما می‌خواید یه سری رمز ارزایی که تازه لیست شدن و خریداری کنید، سود بیشتری بگیرید و اطلاعات بیشتری داشته باشید، بعد خیلی موشکافانه‌تر این بازار رو بررسی کنید و نیاز داریم به یه سری سایت‌ها، یه سری ارزیابی‌های دقیق‌تر که اونها رو هم براتون ویدیوش رو می‌سازیم و توی پلیلیست یوتیوبمون قرار می‌دونیم، می‌تونید از اونها استفاده کنین و هرچی بیشتر اطلاعاتتون رو تو این زمینه بالاتر ببرید.
از جلسه بعد ما میریم تو بحث تحلیل تکنیکال و شروع میکنیم از پایه، از کندل شناسی، کندل ها به چه شکلی هستن، چطوری از نرم افزارهایی که تو این زمینه هستن استفاده کنیم و خلاصه هر چیزی در این زمینه لازم دارین از پایه شروع میکنیم به آموزش. بازم تاکید میکنم برای اینکه تو این مارکت بیشترین سود رو کسب کنین نیاز دارین که بیشترین دانش هم داشته باشین. به خاطر همینم حتما ویدیوها رو دونه بدونه ببینید تا با همه این مفاهیم مارکت به خوبی آشنا بشین و در آخر امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و بالای ابر